فروشندگان قالین افغانی در شهر مزار شریف از نبود بازار فروش شکایت داشته. میگویند که سالانه هزاران متر قالین افغانی به پاکستان قاچاق شده و با آرم و نشان آن کشور در بازارهای جهانی به فروش میرسند. شماری از قالین فروشان در شهر مزار شریف میگویند نبود توجه دولت به صنعت قالین بافی، باز بودن مرز بر روی قاچاقبران قالین و افزایش واردات قالین‌های خارجی به افغانستان باعث کاهش بازار خرید قالین افغانی در داخل کشور شده است. قالین‌های وطنی که است که اینجا قیمتش بالاست، توان مردم نیست، اقتصاد مردم ضعیف است. همین بازار جنس‌های خارجی که اینجا به فروش میرسه اینجا خوب است نسبتاً فروشش، اگر بستگی به شرایط وقت داره. فروش بازار حال نیست و زمستان است که فروشات نیست، وطنی خودش فروش نیست چون اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. ایرانیم که میای امیرم مردم چون اقتصاد ضعیف است خریده نمیتونه، چون دولت یک توجهی درست نمیکنه برای مردم برای چی. به خاطر می قالین بسیار مصرف چیزایی است که اضافه است، قیمت تمام میشه، همین بسیار مشکل است برای مردم، قیمت تمام میشه. از سوی همستار پیگزاد رئیس اتحادیه قالین بافان شمال افغانستان نیز از نبود بازار فروش به قالین افغانی شکایت داشته. میگوید که عدم وضع مالیات به واردات قالین خارجی باعث کم توجهی مردم به خرید قالین افغانی در داخل کشور شده است. و میگوید که همه ساله قالین افغانی به پاکستان قاچاق شده و از آنجا با آرم و نشان آن کشور به بازارهای جهانی راه می‌یابد. ریاست تجارت و صنایع بلخ باز بودن مرزها بر روی واردات قاچاقی را عامل اساسی خراب شدن بازار فروش قالین افغانی می‌داند.